قدم زدن در همین موی سر ریش شونه کردن همه همین رو به دستی روش کردن خدای تعالی دوست بداره میگه درست عمل کردن. حضرت گفت که اذا اکلتم فکلوا بیمینکم، وقتی طعام میخوره به دست راست بخورید. و اذا شربتم فاشربوا بیمینکم، وقتی که منوشه به دست راست بنوشه. فإن الشیطان یأکل و یشرب بشماله، زیرا که شیطان به دست چپش میخوره و میوشه. خدای تعالی دو دست بله عادتا همه چپانه کسی را میگن که دست چپش نسبت دست راستش با قوت‌تره در ماهرتره. همین که کم کار بفرم در همین کارهای خیر استوست یاد میگیری عادت میکنی. همین این کارو عادتی هست. البته در سیر خیر سوال اسپیسیفیک را یاد میتن. همین باید دست راست اما شونه پریما خیرس کی را یکی امستانو کا قبیلش چه مشکلی داره دست کار کنه просто خشونه میتن. همین دست قضیه محتاج داره میگم میره کم سعی کردن در کار که مقصد که لفشای پرافشا بشه تجدید باشه چی حرکت کنه. اگر به شرطی که علت داشته باشه دست اینا رنگ دست حاجی اینا بستگی است. این ازرای یگان مشکل نداره با دستی چپت میخری یگان مشکل نداره. یه وقت دستی راستت بنده یگان عمل دیگر را با دستی چپت میکنی یگان مشکل نیست. اما وقتی که دستی راست سوابود نیای این کارهای خیره کوشش کنی با دستی راست کنی. حضرت میگه الیمین للوجه و الیسار للمقعد، دستی راست برای روی دستی چپ برای مقعد برای قفو. دستی چپ قطعی مقصد که استنجا میکنن خشک میکنن این مقصد مسئله استفاده میشه وادا. همین کسی گفت از درست گفته است نه که حرام میخورش که غلطی به معنی است. یعنی یک کراهیت داره نی پر یاد نیای مقصد نری کبندوی می دستی معنی مکروهی را میای سعی کردن در کوی دستی روش قطعی کم عمل ایوه تو اونو باید امروز فوسیت میشه حقیقتا آقای خانه سوخته این دوسته اوزا کشتگ نداره هم بی همون نماز هم وقتی میشیند همش میتوه همین قفون یا میکنی همش میتوه از برای خدا. این خیلی لباس پوشیدنش درست نیست شرط نیست در نماز عموما باید هم سر لباس ها نپوشن همون لباس درست جلک جمعه اگر در مسجد دیده بهتر است که از چیزی کشوتر و درستتر پوشید. انا به خاطر اون که همین مقصد که همین خمگشتات نمودار نشوند. عادتا به شوی به عقل دیده اگر شوروزه کردگی باشن وقتی در نماز میستن همون شوروزهش نهوی میکنن کرتر ای بولو کشول میکنن به همین خاطر دیگه همین توصیه ما همین اگه همین لباسای تنگ نخری نپوشید. وقتی دو قسم همون سوداگرو را این شما حریف کردگی این میکنید. اگر شما نخری و نپوشید نمیورن. یا وقت اندک سختر در برای هم دولچی گبان اگر دادم یاد سوداگرش دعوا اومدیم که حضرت این برند ما خریدیم و آوردیم دیگه هیچ کنه میخرش. گابی بخیر از برای خدا هزارها نمود لباس است. اگر ببینن که همون لباس نمیخرن کام سوداگرو ایدا بورزانی که رفتن ای اونم نمیگیرن. شرط شما اونیسکس پوشید. با خدا قسم برای همین جوانایی که مسجد میروند ای بای همین لباس اون لباس مردکی نیست. اگه در مسئله لباس این حجرم گفته است خیال میکنم هیچ کداری مسئله در تاجیکستان چنین ما گفتگی نیست. یک جمعه فقط همین لباس بود. ولی رام است. امروز گفتن ولی رام می است برای خدا. خیلی رو بگیره گوش کنه. حجت با تکرار نیست. میگم مسلمان یک سر لباسی. یک نمود ولی همین کاوکازیو یا لباساک بپوشن اگر چند تنگ هم باشه. نه تنگ ایده تنوش چسبیدگیه. میگه به هر حال همون مشسکویه. خشتگ داره و محکم است. خیلی تری میگیره بپوشه. مودشید است. دوزنده و خدا قسم هم تری نمی دوزند. لو بای خیلی ماتریال بگی ماتریال لفظ دیگه. بر همه خیلی میدوزند خشروی میتواند که هم فسونی ساوریمنی خشروی یگان کمبودی نداره. دنیا را با کیسه داره و زمین مردم هم کیسه داره شد نمیکوان. چند تا کیسه بفورد میکنند. محکمه که خشرو. ولی همین مردم چچن یا باور کنه در همین حجم هم تری میپوشن. لباسای خشرو توزه در همه جو شهرشون هم همش هم تری میپوشن. اکثر هم معلومه که اون فابریکوس که نیست زکاس میکنن در پیش پارتنر میروند در پیش خیاط زکاس میکنن. یعنی بهانه کردن نمیتونه که خیلی دیگه لباس نیست چیکار کنه
این همین نومعقولی ها رو ما خودمون میکنیم. اگر همین مردم خود چوانتری مایل نکنن هیچ وقت او فروشنده جان شغم دوده و تری چیز نمیاره. ولی همین شیخ سعدی میگه که حاجت به کلاهی برگی داشتنت نیست، درویش صفت باشد کلاهی تتری داشت. حاجت نیست که در سر کلاهی برگی مونی. درویش صفت اون وقتی اناکیدا شیخ سعدی ده این تترو کفیر بودن. یا مغولو هم مغولو تتر میگفتن. یا همین مقصد مشرک و بتپرست بودن آنش. هم کلاهی تتری هم که باشن مایلش میگه و درویش صفت باشه. یعنی که فعل رفتار و کردارت خوب باشه. خاک به هر وجه صورت داده باید سین سالش رفته است بهترش همی کپیا و پیپیا نمونه شلپه و اینه که این شوش هم همونش که به خاطر مثلا مردنه و به خاطر حفظ کردن سر از افتو و دیگر اگر میمونن مایلش نباشد بهترش نمونه. همین سر ایلی داشتن و خیلی سودای پیش یک بسیار گروهی که تحقیل میکردن. بازی هم گفون نیست. مصفید هم سر ایلی چایم، سر سفید شمو، ریشدار شمو، بیریش شمو. مثلا سرده خلو روسی همی زمانهای پیش، اصروی پیش سر ایلیش مثل پویلیش عیب بود است. ای بود بسیار چیزی پویلیش عیب بود. این همی حوض یا آدمی کلون اگر پویلیش بروی شهرده چی میگن؟ میگن همی یا دیوانه هم یا به حد کم بغل قشاقی بده. آدمی سالیم خیلی پویلیش نمیگن. اما زمانهای پیش سر ایلیش هم حکمش همی خیلی بود. برای همی را مکروه گفتن. در هر کاری که مثلا کراهیت داره در پیش مردم البته در نماز هم مکروه میشه. هر لباسی که به همون ایزا بکشی پیش مردم بروی به همون نماز بخونی نماز مکروه های. همون ثوب بیزده اونمون هم میگن. همین خاطر مقصد انا زمانهای پیش سر ایلیج نماز نمیخوندن. همون و کوری حسر و رأس در کتاب اومده است در مختصر بکویا. ما همیرا گفتم که همین سبب مکروه بودن این سری برهنه در چه باشه؟ یا چند شرحا شد بیدم اجمالا همین فتح باب عنایه علی القاری را میگه لترک الوقار و خاطر اون مکروه است که مسلمان وقار خچه ترک میکنه. یعنی که مسلمان یا آبرو داره یا عزت داره همین به آبروگی میشود سری لیچ. و خاطر چی گفته است دیگه آدم‌ها سر ایلی شهر می‌داشتن که بازار بروند در شهر بگردند. وقتی که بی عذر سر ایلیش در پیش خدا نماز می‌خونیم خدای تعالی حقی بیشتر داره که در پیش پروردگار خدا زینت بده. اما آخر زمان دیگه شید است. این زمان دیگه یک جا شهر می‌داره. همه سر ایلی چای. سر ایلی دیگه شرمندگی نیست. ایزو و حیا نیست. برای سببش یعنی که سبب شرعی نبوده است، این سبب عادتی بوده است. عادت دیگه شید. و همون خاطر این مسئله در خیال میکنم که سختگیری بعدش معنی نداره. بعضی حد سختگیری میکنن با عجیبش همین که در کوچه مردم در کار ندارن. همین مسجد اومده با سر میشه. تو سر اینیش بچه در مسجد هم نوشگیریش و همین دیونگی و همین مردک سر میشه. که برای او را سر بر کردن فرضه. سطر عورت فرضه. او را اهمیت نمیتونه این همین سر اینی چنگه مجور کردن. البته علاوه به جنگ نماز نمیخونن همه جوونا رو تعلیم میگن که بخونن بخشش انا اخی لکجو دیدی همین ملای جوونا به چرا تو ملو میشوه که سر و کل میشوه چین سال میروه او سر کلشید بخوری نخوید چی مگر هم به سرش بعد بعضی چیزایی در جامعه هر کسبه و هر کوره به خودش دیده که یه سر لباس خوصه داره دسته اینا چی میگن اکر همین خیلی اونم اوهنگر همی بخیدش یا پیشبندک داره یا افیتسان فرمو روی فرمو رو داره میکنه هر کدوم بخیدش یا فرمه ملوها همیه یعنی چرید سر لباس اون با مقصد که اگر هم تری نپوشن باشد که از تعنش میزنه این بچه توش تری ملوی قنبی میگردی فلان میکنی بسمدان میکنی همون گویا که او همون افیتسال لباس شما توش هم میگی میگم که ای سری ریزده سری بار خوبه این جای شک نیست میگی همین سختگیری ها از برای خدا اگر همین سختگیری ها را در مسئله سلام میکردن که من دو دست برای برداشتم سلام
لیکن افسوس و صد افسوس که ای همه جور دعوا را در سر ریش توقیدارو میکنن. همین توقیدارو حق ندارن این مسئله را دعوا کنن. او کسی سلا داره بگذار دعوا کنن. بعد یک یکی همچنانه که ما یگان روایت نداریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان نماز جماعت از سر ریش خونده است، همچنان یگان روایت نداریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان نماز جماعت با توقی خونده باشد. سنت پیغمبر صلاح توقی نه. همچنانه که بعضی روایات هسته که حضرت صلی الله علیه و سلم انا تای توقی نماز خون، همون خیلی همون روایت های هسته که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه سر لیش خون و ربما وضع قلنسوته بین یدی ستره. بعضا میگه پیغمبر همون توقیشه در پیشش همچه ستره میمونه سر لیش میخون. اما این در جماعت نبود، در خانه وقتی که نمازی نفل میخون در این حالتو در جماعت در مسجد یکون بار پیغمبر بیسره نخونده است. حتی در سنن ابو داود حدیث است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که فرق ما بیننا و بین فرق و بین بله فرق ما بیننا و غیرنا الامائم علی القلان است. فرق ما بین ما و بین یعنی غیر ما الامائم علی القلان است. یعنی که سلاحی هست که در گرد توقی پیچونده بشود. یعنی کسی شک داره اگر حدیث در سنن ابو داود است. فرق ما بیننا و بینهما والله اعلم الامائم علی القلان است. بعد در شرحش علی القری میگه از همین حدیث دانسته میشود که زینت مسلمان زی مسلمان صلاح میگه. این قلنسوات توقی را مشرکان هم داشتن.